خب ما الان تقریبا توی عمق 5 میلیمتر 6 میلیمتری هستیم و هنوز به پالپ هم نرسیدیم و بیمار درد نداره. درد داری؟ من برات آمپول زدم؟ مرسی. خب ایشون میگه درد ندارم و من براش آمپولم نزدم. تستای وایتالیتی رو هم گرفتیم و دندون کاملا زنده است و ادامه بدیم ببینیم چی میشه. خب ما الان به حدی رسیم که زیر دستم کاملا سفته و هیچ نقطه اکسپوزی یا هیچ نقطه‌ای که از عصب که بیرون اومده باشه نداریم. تقریبا تو عمق تا اینجا خیلی تقریبا 7-8 میلیمتر هستیم و بدون تزریق آمپول بی‌اسی با تکنیک جدید. خب ما براش حالا داریم کامپول کفبندی انجام دادیم. حالا میخوایم ترمیم کامپوزیت رو روی این دندون انجام بدیم. میبینین که من همچنان تزریق آمپول بی‌اسی رو نداشتم و بیمار هم همچنان درد نداره و این یه تکنیک جدیده که ما از این روش جدید استفاده میکنیم که بدون تزریق آمپول بی‌اسی تقریبا برای 85 تا 90% افراد جواب میده و معمولا افراد درد ندارن با این تکنیک جدید و میتونن پر کردنی هاشون رو انجام بدن.